جوان میگوید به مسجد رفتم و بعد از نماز با صدای بلند دعا کردم پروردگارا برایم یک دوچرخه بده. موی سفیدی که آنجا نشسته بود به من گفت پسر جان، خدا که کارش دوچرخه دادن نیست، کار خدا لطف و مهربانی به بندگانش است، خصوصا بخشیدن گناهانشان. فردای آن روز رفتم و یک دوچرخه دزدیدم و بعد از آن به مسجد آمدم و بعد از نماز با صدای بلند گفتم خدایا از این همه گناهانم درگذر و تمام گناهانم را ببخش. موی سفید وقتی دوباره صدایم را شنید گفت آفرین به تو پسر جان، حالا شدی یک مسلمان واقعی و خداپرست. بعد از این ماجرا راه درآمدم را پیدا کردم. اولا دزدی می کردم و بعد از آن توبه و نماز و استغفار و سلام. واقعا خداوند چه صبر بزرگی دارد که ما را مهلت می دهد و شرمنده نمی کند. چه زیبا فرموده اند خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها، چه شادی ها خورد بر هم، چه بازی ها شود رسوا، چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمی دارد.